محققات توی این مقاله اومدن روی 18 تا دوچرخه سوار بررسی تاثیر پالس الکترومگنتیک ها رو بررسی کردن و به دو گروه 9 تایی تقسیمشون کردن که یک گروه استفاده از PEMF رو داشتن، یک گروه استفاده نداشتن و اومدن توی این سنجش تاثیر میزان سرعت اکسیژن رسانی به بافت و اکسیژن رسانی به بافت عضلات رو انجام دادن. توی مقاله 3 قسمت مورد سنجش قرار گرفته که میزان سرعت اکسیژن رسانی، میزان حجم اکسیژن مصرفی عضلات و شاخص لاکتات خون. تو نتایج اولیه به دست اومده از این آزمایش نشون داده شده که سرعت انتقال اکسیژن به بافت عضله خیلی بالاتر رفته و همینطور میزان مصرفی اکسیژن ریوی به صورت ثابت مونده و سطح لاکتات خون به طرز قابل توجهی بالاتر رفته که این نشون دهنده تاثیرگذاری روی فیبرهای نوع 2 عضلات هستش. تو نتایج نهایی هم به این نتیجه رسیدن که PEMF یا پالس الکترومگنتیک میتونه افزایش اکسیژن رسانی به بافت رو داشته باشه و این برای سالمندان و افرادی که دچار مشکلات اکسیژن رسانی به بافت هستن خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. رفرنس این مقاله رو میتونید در سایت MDPI در سال 2021 مطالعه بفرمایید.